خوب باشه در ادامه ویدیوهای قبلی این طرز این گوشی های کوک رو تمیز کردن رو بگم که ویدیو تموم بشه. دو قسمتی شد این ویدیو. شما این قسمت پارچه رو میگیرید کنار یک این دایره ای هست، این شروع مثل میگیرید کنارش که میذارید روش، اینطور میگیریدش، بعد میپیچونید که این پارچه وارد این قسمت، من دارم میپیچونم خودش داره وارد میشه. بعد اینو کاری میکنید که خودش دور بزنه. ببینید حالا بذارید من اینو کمی انجام بدم و همینطور میپیچونید و برعکس چند بار که انجام بده. شاید کمی سخت این تا بخوره ولی خبری نیست. نگاه کنید مشخصه این سیاهیه نگاه کنید خبری این یه دونه بوده، تمیز بوده تازه. بدونید کمی تا بگیرید کنارش، بگیرید روش تا بدید خیلی راحته. بگیرید کنارش همون رو واردش کنیم اگه بشه. ببخشید من گفته بودم اونجا. پس این دایره یه میگیرید بغلش، این بغل خودش میره تو. پس این باید بزنیم برامون میشه یا نه هم باید این کار چه فایده ای داره؟ ببینیم برامون میشه. پس شما سومی دارم داشتم سومی تاب میدادم گفتم چرا دومی نمیره تو. چرا نمیشه برامون؟ خب اینو بگیر کنارش. برامون میشه این پارچه زیاد بزرگه. از این طرف با میذاریم ببخشید. ببینید همراهش میره پایین بین این چرخ‌دنده ها و اینا راحتی تمیز میکنه. بعد برعکسش رو هم انجام میدید، این چرخ‌دنده ها تمیز میشه. بعد برعکس بپیچونید در میاد. مشخصه یا نه؟ سیاه و سیاه شده. برای شما ها که باید کلی انجام بدید تا تمیز میشه سازتون. اول که گوشیاتون رو نرم میکنه، هم که عمر این گوشی های کوکا زیاد میشه، هم که به راحتی کوک میشه دیگه، صفر نیست مثل چیز باشه. چه این طرفش بگید چه اون طرفش بگید خیلی فرق نمیکنه، فقط با این پارچه همراه این گوشی وارد این میشه و قسمتی که چربی گرفته و روغن بوده است اون قسمت تمیز میشه. این اقتصاد من خیلی نیاز به این کارا نداره. شما میتونید هر دفعه که ساز سیم عوض میکنید اینو هم تمیز بکنید. روغن شمع رو میزنیم که نرم باشه. گرفتش. خب وقتی گرفتید اوکی گیشن میبریم جلو. بعد برمیگردونیم همین راحتی مثلا یک ساعت دیگهش. حالا بعید میدونم یه نفر تو ایران همچه کاری مثل من انجام بده. شما انجام بدین ضرر نمیکنه. خب از این قسمت که چیز نداره بگیریم بغلش و میپیچونیم. بغلش که بگیری خودش نم نم میگیرتش
همراهش حرکت میکنه، کاری نمیگه. خاطر اینکه ببینیم کارمون میشه یا حالا بچه ها به زور متوسل شیم. خب شد یه کنارش خوردم که تمیز بشه. خوب شد چند بار از این طرف این قشنگ گرفتش، چند بارم برعکس که در بیاد. خب از این حتی میتونید این بغلاش و اینا تمیز بکنید، چرا؟ هم که نرم میشه، هم که راحت کوک میشه، هم که راحت سخت نمیشه که با وسط کار بهتر که شما این دستمال کاغذی نیاز دارید الان. چرا؟ خب شما را میخوایم روغن بزنیم به اینا خیلی کم در یه قطرم تا بگید اینجا که نریزه، مثلا روی بسابیلاتون در حد یه قطره این، یه قطره این، یه قطره هم حالا این زمانه شاید بیشتر ریخته، ولی خب نزد روی ساس بریزه و تاب بدید کمی تا این روغنه واسطون باشه که نریزه. یکم این هم تاب بدید، اقل در میشه خوب میشه. وقتی کوک میکنید شاید 2 دقیقه هم طول نمیشه تمیز کردن این کلهم. این گوشی ها حتی این هم بزنیم. این چقدر شده؟ 1 دقیقه 2 دقیقه میزنیم دور همین چرخ گردون هم، نمیدونم چرخ گرد چی، همین این گوشی ها به دور اینا تاب میدیم تا این روغنه خود تمیز کردیم، خشکش کردیم دیگه. حالا بعد سابیده هم نمیشه، شما وقتی زیاد زور میزنید این چرخ دندهاش سابیده میشه دیگه، سابیده میشه بعد دیگه به درد نمیخوره. به همین راحتی هم نرم شد، همین که تمیز شد، خیلی خیلی راحت. حالا من خورده تو ویدیو برای شما توصیه دادم طول کشید وگرنه خیلی زودتر میشه که بغلاش تمیز کنید که روغن اصلا روی سواز نمیاد. روغن چرخ خیاطی اصلا نرید روغن موقعی بریزید و اونا به درد این کارا نمیخوره. این هم از این. بریم سریع تعویض سیم هم بهتون بگم که خیلی طول کشید. موفق باشید.